اینقدر حق حقوق داره که حضرت صلی الله علیه و سلم میگه که همین شخص ایستادگی یک بار هم پدر هم مادر صداش کنن، اول باید مادر را لبیک بگن، اول مادر را اجابت کنن. حقیقتا هم آدم وقتی میسته فکر میکنه از مادر عزیزتر کسی برای انسان نیست. کی میفهمیم؟ اما وقتی مادر را دست دادیم، مادر که دست رفت و میشینی پیش نظرت میایم حالتهای زندگی، حالتهای بود که مثلا بعضا میشید که یکی نافرمانی میکردی گوش نمیکردی، او چه بیزار کرده، آنمو بعد لنتوریم تا در ذهن تو خوردن میگیره و با درون میسوزی. کاش که نمیگفتم، کاش که پیشه که او چند از یا ترک میشیشتم. حقیقتا مادر بسیار عزیزه. خشو به حال مسلمانه که خدمت مادر کرده باشه، خشو به حال جوانه که مادر از او راضی باشه. انشالله اگر مادر که از او راضی شد به یقین خدا راضیه. الجنة تحت اقدام الامهات. حضرت صلی الله علیه و سلم میگه جنت زیر قدم مادرای. هر کسی میخواد که ایوان جنت بوسه کنه پای مادرش بوسه کنه. سبحان الله. هم یک بچه همسایه داشتیم، مرده که کلام تا بچه نه ریش داره نبیره داره، که جایی که میرفت می اومد اولی مادرش گذشت از خدا رحمتش کنه. اوچه جان یک دعاته، حتی همین سهر کار میرفت می اومد اوچه جان یک دعاته. به همین هیچ جد کم نمیشوه، لیکن مادر هم که خرسند راضی میشوه. که وقتی مادر خرسند راضی شد خدای مادر خرسند راضی میشوه. سلام برادرای عزیز، با دقت همه شما میرسونیم که اکای بختیار یا مهاجری توجیک در نزد بازار صداباد آفیسی اجامه، یعنی برای سلامتی یکی ما و شما کشودن. و اگر شما میخواهید که تبابت گیرید و از بیماری ها رها یابید، شما میتونید با انمی رقم های در زیر بوده زنگ زنید، مراجعت کنید و یا اینکه با یوتیوب کانالی اکای بختیار ابونه شوید و هر ویدیویی که میتوانید از اون تماشا کنید. افسوس و صد افسوس که در عصر 21 بچه ها کم کم بی ادب شدن، به قدری پدر و مادر نمیرسیدگی شدن. البته هم کسایی که قدردانی نمیکنن بعد وقتی عذاب ای فرزند دیدم پشیمان میشه و دیگه دیر میشه. واقعا مشتی بعد جنگ در سر خود باید کوفت. خدا رحمت کنه شیخ سعدی را، میگه جوان سر از راه مادر بیتافت، دل دردمندش به آذر بیتافت. یک کمپیرک پسرش چی امری میکنه که گوش نمیکنه، سرکشی میکنه، بیچاره زورش نرسه. آخی چه بیچاره شد پیشش آورد مهد، که ای سست مهری فراموش عهد، نه در مهد نیروی حالت نبود. کمپیرک میگه گهوارش گرفته آورد، گفت ای سست عهد، ای کورنمک، در همی گهواره خواب دی پشه را ای خود درونده نمیتونستی، کون اخته تازه کرده نمیتونستی، سیبت پریگه تا نمی اومدم تازه نمیکردم. نه در مهد نیروی حالت نبود، مگس راندن از خود مجالت نبود. تا آنی که از یک مگس رنجهی، که امروز سالار سرپنجهی. تا مسکولات دم نکه، گردن تا غوص نکه، تا همون تفلکی هستی که یک پشه را خود رانده نمیتونستی، امروز گپی مادر را رد میکنی، به سری مادر تا گپ میگردونی. به حال رسی باز در قعر گور، که نتوانی از خیشتن دفع مور. اولی میبرن در خاک میمونند، انم کرمای لحد میان چشمات هم میکنن، دیگه انم درانده شو نمیتونی. برای پدر مادر، خصوصا مادر یک گوهری بسیار قیمت بهای و قدرش رسیدن در کار. حضرت شخص پرسید که یا رسول الله در حق همی والدین چی میگوی، اینا چه حق دارن؟ حضرت گفت هما جنتک او نارک. این پدر و مادر یا پروپس که جنتی تو میشوند یا کلیدی دوزخ. با دعای پدر و مادر جنت میرای، پدر و مادر اگر راضی نباشه دوزخ میرای. همین شخصی که شب تا سحر عبادت کنه، تمام سال اگر روزه بگیره، همه روزه خیر احسان کنه، اگر پدر یا مادر از او راضی نباشن، به شرطی که او پدر و مادر مسلمان باشه، هیچ فایدهش نمیکنه، خدای تعالی قبولش نمیکنه. رضا ربی فی رضا الوالد، رضای خدای تعالی در رضای انم والدین و سخطه فی سخطهما. انم خشم و غضب پروردگارم در خشم و غضب پدر و مادر.
иншоалло اون شخصایی که خدمتی پدر و مادر کردیم با تسکین میتنقشونه انشالله هیچ جای شک نیست همین خدمتی پدر و مادر کردی ای فرزندات خدمت میبینی ما هم چطور اولی او عقل ما نمیگیره حقیقتا همین خیلی زکات مولا دیدی مولا در کاسه پروردگار در سیف خداوند گذاشتی او گم نمیشه خدمتی پدر و مادر کردی ای فرزندات خدمت ببینی جایی گپ نیست فرمان خدا را بردی رحمت پروردگار البته بالات نثار میشه یک اکسیوم ای یک کس نقل کرد یا تاجر گفت قطعی افغان یا افغان قطعی ما سر کار داریم بیزنس که داریم او بار میزنه میوره و ما اینجا سرحد میگیره $10,000 میگه در روی یک کروبکا آمده موده $10,000 نلیچکا میگیریم برورا یک کروبکاش در دروش پول بعد میگه یکون 2 هفته پس با خوردیم بعد میگه همون پول داده باش که این همین پولی تای جوره در همون دروی همون برو اومده است همه گریف میگه او هم تا دنگلش تو در هم دروی سونکاش نه رحمت نه تشکر من امید داشتم که اقلا یا رحمت میگه وخی میگه که تو مردک بدای مسلمان بدای بعد گفتم ای بچه اقلا هم یک رحمتی سری دستکی رو نمیگوی همین خرماز اسلوجید نکردیم گو من ایره زکات چه دادگیم کجا میشوه خداوند میونه میرسونش زکاتی مولا دادگی من رحمت ایره گفتگیم پیشکی انمی کسی که خدمت پدر و مادر کرده حتما ای فرزندش خدمت میکنه یک سال در امریکا بودیم سال 2009 بعد همی در بورای بیمه گپ رفته در بورای خانه بی پرستارا و دیگر و دیگر یک قصه را من کردگی واقعی تاریخی هست یک افغان قصه کرد وارکنه بسیار متاثر شدیم گفت ما مادرمان مرده همراه پدر امریکا رفتیم در نیویورک یک کوارتیر سینمات کرده بودیم یک روز ششتگی هم که در زنگ زد برو اومدم میگه که از کارمندای بیمه این بیمهش همی استراخوفکا بوده است استراخوانی چند نفر اومدیم گفتم بیایی این مسافد استراخوات کنیم و این مسافد نمیفهمه گفت این بیمهش چی است گفتن این همی خیلی حالی که مثلا امکانیت هسته یکون سمنیم سمیتین فردا مسافد که بیمار شد یکون گپ شد کمکش میکنیم اگر مرد مقصد همون سریمونی هاش هم اگذرونیم فهموندن میگه مسافدم تشتگی دستی روز شمایید اگر در کتیفی ما دستی چپ شد در کتیفی دادرم پرتاب گو بیمه ما این همین فرزند من خدمت پدر و مادر مکردگیم یقین میدونم که بیمه ما میوان بیمار کشیدم اسوکش میشوند اگر که مردم گروچوبو میکنم محفل خیر برگزار میکنم انا خشا به حال مسلمانه که همین گپ گفته بتونه ما خدمت پدر و مادر کردگیم انشالله ای فرزندان نبیرو همین احترام میبینم خداوند برادر عبدالعزیز مادرشان رحمت مغفرت از اعمال در عالم برزخ بخشش کنه